بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. سلام بر هواخواهان و دوستداران و شنوندگان ارزشمند بزم شاعران. به مهر و عنایت شما سخنوران و هنرمندان شورانگیز بار دیگر در بزمی دلپذیر گرد هم آمدند تا به مدد شعر و موسیقی حالی در شما برانگیزند. اینک اجازه می خواهم که از یک یک همبزمان ارجمند و گرامی نام ببرم. شاعران گرامی ما عبارتند از خانم مریم ساوجی و آقایان سعید نیاز کرمانی، احمد رفیعی و پناهی سمنانی. هنرمندان بزم آقایان گلپایگانی، اسدالله ملک و منصور سارمی هستند. بیان کنندگان اشعار هم خانم فیروزه امیرمعز و آقایان محسن رضاییان و بهرام سلطانی خواهند بود. تهیه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فهیم هستند. اما پیش از شروع کار بزم قطعه شعری است از خانم فروغ فرخزاد که بنده به آقای رضاییان تقدیم میکنم و خواهش میکنم بیان کنند تا بعد بریم بر سر اصل برنامه. بفرمایید. نگاه کن که غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره‌ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده‌ای مرا کنون به زورقی ز عاجها، ز ابرها بلورها. مرا ببر امید دلنواز من، مرا ببر امید دلنواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پرستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان. چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان.
کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا بپیچ در حریر بوست، مرا بخواه در شبان دیرپا. مرا دگر رها مکن، مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن، نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لای لای گرم تو لبالب از شراب خواب می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، نگاه کن، تو میدمی و آفتاب می شود. خب آقای ملک، قبل از اینکه بپردازیم به کار شاعران و شنیدن شعر، عقیده دارم که سرکار حالی به دوستان ما بدید و قطعه با ویولون بنوازید در 3-4 دقیقه که با شور بیشتر بریم بر سر برنامه.
آفرین. خب حالا از خانم ساوجی شروع میکنیم. خب آقای گلپایگانی هم آمدن. بفرمایید. خب خانم ساوجی، ما پیش بینی کردیم برای شما که یک شعری بفرمایید. حالا مایلید کدوم یکی از گویندگان شعر شما رو روایت کنن؟ من یه قطع غزلی دارم، خواهش میکنم که از خانم لطف بفرمایید. خانم امیرمایز. بله. خب خانم امیرمایز شما حاضر هستید؟ بله. پس آقای سارمی، شما هم خانم امیرمایز رو همراهی کنید با اون سنتور گرمتون. بله. شمیم گل به گلستان دمید، یاد تو کردم. شمیم گل به گلستان دمید، یاد تو کردم. نسیم عشق به دلها وزید، یاد تو کردم. به باغ رخت کشیدم ز نیش خار جگرسوز، ز پای گل چو به دستم خلید، یاد تو کردم. دلم ز جور تو خون شد، ولی حدیث محبت ز هر زبان که به گوشم رسید، یاد تو کردم. ز پشت پرده مهتاب روی ماه بپاشید، غبار نور چو بر سرو و بید، یاد تو کردم. کشید جانب صحرا مرا غزال سیه چشم، کشید جانب صحرا مرا غزال سیه چشم. چو رام من شد و آنگه رمید، یاد تو کردم.
بسوز همچو من ای شمع بینوا که سحرگه ز سر چو شعله به پایم رسید یاد تو کردم. هر آنکه الفت دلها گسست نام تو بردم. هر آنکه مهر ز یاران برید یاد تو کردم. ز آب دیده فشاندم به پای آن گل وحشی. ز آب دیده فشاندم به پای آن گل وحشی. ز خار خویش چو دستم گزید یاد تو کردم. شب سیاه تو مریم نداشت نور امیدی. پدید گشت چو صبح سفید یاد تو کردم. شب سیاه تو مریم نداشت نور امیدی. پدید گشت چو صبح سفید یاد تو کردم. خب حالا بعد از شعر خانم ساوجی میپردازیم به آقای نیاز کرمانی. اما آقای نیاز اجازه بدید که باز قبل از شعر شما یه قطعه ساز بشنویم. آقای ملک شما آمادگی دارید که بله در یه مایه دیگه یه کار دیگه یه جور دیگه غیر از اون اولی؟ خواهش می‌کنم. مخالف؟ ما مخالف نیستیم، موافقیم. خواهش می‌کنم. هر گاهی که می‌خواید بزنید قربان. 3 گاه، 4 گاه، 5 گاه.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب آقای نیاز، بنده دو تا در حال اومدید که دیگه یک شعر خوب برامون بخونید، یعنی برای شنوندگان. دو تا غزل تقدیم میکنم که هیچی بنده خودم میخونم، هیچی هم از آقای رضاییان. از آقای رضاییان. خواهش میکنم. مطالعه اشتباه میکردیم، خیال کردیم ایشون رضاییانن. حالا هفته پیش میگفتم ما رضاییانیم، اصلا آقای رضاییان بفرمایید. خیلی متشکرم. گلی نچیده ز باغ تو گر فغان دارم، من از تو شکوه ندارم ز باغبان دارم. مده به باد چنینم که همچو خاکستر، درون سینه هنوز آتشی نهان دارم. چه شکوه ها که همه شب ز تیره روزی دل، جدا ز روی تو با ماه آسمان دارم. چو نام دوست نشیند به لب، ز جان خیزد هزار نغمه شیرین که بر زبان دارم. بسیار خوب. من این شکست خطی را که نقش پیشانی است، شکایتی است که از گردش زمان دارم. آفرین آفرین. شکست خط هم ما نمیبینیم. من این شکست خطی را که نقش پیشانی است، شکایتی است که از گردش زمان دارم. مرا ز راز دل جان من چه میپرسی، امید وصل تو هم هست تا که جان دارم. درآیی از در من، آرزوی من این است که در برت بنشانم، امید آن دارم. خب آقای رضاییان، به قول خودتون نوبت شما. آقای سلیمی لطف میکنید. قرار جان من از جان بیقرار مپرس، قرار جان من از جان بیقرار مپرس. مپرس تا چه کشیدم در انتظار مپرس. مرا زبان غمی هست هر سر مویی، مرا زبان غمی هست هر سر مویی. مپرس از دل و غمهای بیشمار مپرس.
مپرس بی تو به ما روز و شب چه می‌گذرد. مپرس بی تو به ما روز و شب چه می‌گذرد. ز روز تیره مگو وز شبان تار مپرس. ز باغ دیده جدا از تو لاله می روید. ببین به چشم من از جان داغدار مپرس. بسیار خوب. بسیار خوب. هوای یار و دیارم نمی رود از یاد. هوای یار و دیارم نمی رود از یاد. ز جور یار مگو وز غم دیار مپرس. چه رفت بر سرم از گردش زمان نیاز. مپرس مپرس تا چه کشیدم ز روزگار مپرس. آفرین. شعر خانم ساوجی و آقای نیاز رو شنیدیم و حالا تا بپردازیم به شعر آقای رفیعی و آقای پناهی سمنانی معتقدم که آواز بشنویم، به شرطی که آقای گلپایگانی آمادگی داشته باشند و تشریف بیارن جلوی میکروفون. با کمال میل. بنده چند بیتی از غزل آقای نیاز کرمانی رو در مایه سگاه همراه با ساز آقای اسدالله ملک و آقای منصور سارمی براتون میخونم. خیلی خوب، بسیار خوب. آرزو میکنم از این آواز خوشتون بیاد. انشالله که خوشمون میاد و شنوندگانم میپسندند و حالی میکنن. تمنا میکنیم پس تأخیر دیگه روا نیست، شروع بفرمایید.
بیا بیا بنشین جان من برای دل من، بیا بیا بنشین جان من برای دل من، بیا که بشنوی از ساز من نوای دل من. بیا 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 بنشین جان من برای دل من، بیا که بشنوی از ساز من نوای دل من. سری و این همه سودا، تنی و این همه مهنت، دلی و این همه اندوه و درد، وای دل من. سریا این همه سودا، تنیا این همه مهنت جانا، دلیا این همه اندوه و درد، وای دل دلی و این همه اندوه و درد، وای دل من.
نداد مهر و وفایی تو را خدای دل تو، نداد مهر و وفایی تو را خدای دل تو، چنان که صبر و قراری مرا خدای دل من. نداد مهر و وفایی، نداد مهر و وفایی تو را خدای دل تو، چنان که صبر و قراری مرا خدای دل من. نداد مهر و وفایی تو را خدای دل تو، چنان که صبر و قراری مرا خدای دل مرو ز کنار نیاز ای همه خوبی، مرو ز کنار نیاز ای همه خوبی، بیا بیا بنشین جان من برای دل من،
ز کنار نیاز ای همه خوبی، ای همه خوبی. کنار نیاز ای همه خوبی، بیا بیا بنشین، بیا بیا بنشین جان من برای دل من. آفرین بر شاعر و بر نوازندگان و بر خواننده. خیلی خیلی خوب. دو شاعر قبل از آواز شعر خوندن، یعنی خانم ساوجی و آقای نیاز. دو شاعرم موندن که بعد از آواز بعد ازشون استفاده کنیم. همونطور که عرض شد آقای رفیعی و آقای پناهی سمنانی، آقای احمد رفیعی. خب کدوم یکی از آقایون آماده ترند برای خوندنشه؟ بنده بفرمایید بخونم حاضر. شما آماده هستین آقای رفیعی خودشون؟ پس کنم که توضیح درباره شعرتون بدید. شعرتون چی هست؟ خواهش میکنم. دو قطعه شعر هست، یکی به اسم قربانی که خود بنده اونو میخونم و قطعه شعر دیگه به اسم درای آفتابه که سرکار خانم امیرواعظ سالوف میخونم و زحمتشو میکشم. بسیار خوب. بندم خواهش میکنم. خواهش. قربانی. چجور قربانی هست قربان؟ بله حالا ملازم میفرمایید. قربانی که نیست که. خب حالا معلوم میشه. خواهش میکنم قربانی رو اول بفرمایید. چشم. امروز چون شکارچیان در کمین صید، از صبح در اتاق نشستم به انتظار. شاید غزال وحشی شعری رسد ز راه، با تیر طبع سرکش خود سازمش شکار. وان را کنم به معبد معبود خود نثار.
افسوس گله گله غزالان خوشخرام در سرزمین سبز خیالم چرید و رفت. تا خواستم که تیر ز ترکش جدا کنم، گویی که خواب بود ز چشمم پرید و رفت. اینک غروب میرسد از راه و من هنوز چشم انتظار شعرم و کاری نکردم. ترسم که ترکشم شود از تیرها تهی، از صبح تا غروب شکاری نکردم. امروز هم گذشت و در اندیشم که من فردا چه سان به معبد معبود رو کنم. شعری نگفتم که نشیند به خاطرش، بی ارمغان چگونه نظر سوی او کنم. خیلی خوب. اما تو ای الهه عشق و امید و بخت، از من متاب روی و مگو دست من تهیست. در سینه ام دلیست پر از مهر و اشتیاق، قربانی تو باد که کس بهتر از تو نیست. موضوع خیلی خوبی بود. بسیار خب خانم امیر معز، این شما و این هم شعر دوم آقای رفیعی، دریای آفتاب بود موضوعش. بله. آقای ملک هم مثل که آماده خب. هستن. بله آقای ملک هم دارن سازشون رو کوش میکنن. تشریف برین جلو آقای ملک. امروز روز جمعه به رخسار آسمان، ابر ملال نیست، فضا پاک و روشن است. خورشید می درخشد و دریای آفتاب، آرام و دلپذیر چو مهر تو با من است. من در اتاق خود با کاغذ و مدادی خلوت گزیدم. از شیشه های پنجره میتابد آفتاب، در دامن جزیره نور آرمیدم.
اندیشه می کنم که چنین روز روشنی در روزگار تیره ما پایدار نیست. امروز اگر نقاب به یک سو فکنده مهر، بس روزها که چهره او آشکار نیست. اندیشه می کنم که سرانجام مهر ما خورشیدوار در پس ابری نهان شود. امروز اگر به صحبت هم شاد می شویم، بس روزهای تلخ که بر ما عیان شود. من در اتاق ساکت خود با خیال تو در دامن جزیره نور آرمیدم. تن را رها نموده به دریای آفتاب، پیوند را ز سایه نشینان بریدم. هم شعر شما با احساس بود، هم خانم امیرمعز خیلی خوب خوندند، هم آقای ملک خیلی خوب نواختند. بنده خیلی متشکرم. به هر حال شرایط این شعر خیلی جمع بود. خب روز جمعه بود. بله روز جمعه بود. بله. خب دیگه حالا موندند آقای پناهی سمنانی که ما رو در پناه شعرشون ببرند و بله. خب گوینده‌ای که موندن آقای پناهی با شما آقای بهرام سلطانی هستند و خود سرکار باید شعری بفرمایید و بعدم آقای سلطانی. بله من یک شعر میخونم. خواهش میکنم. یکی از شنوندگان بزم شاعران معذرت میخوام این که عرض میکنم اعتراض کرده بود که همه اشعار رو بدید به گویندگان بخونن، چون نوعا آقایون شعرا شعر خودشون خوب نمیخونن. گفتم همیشه این موضوع صادق نیست. اولا در ثانی یک عده از شنوندگان هم دوست دارن که صدای خود شاعر رو بشنون، با همین حال و احوال که نمیدونن که کیفیت صداشون تا چه پایی است. مثلا الان ممکنه یه عده‌ای در سمنان به انتظار آقای پناهی اند که شعرشون رو بشنون. خب میخوام ببینن چه جوری آخه شعر میخونن. یا در کرمان منتظر آقای نیاز کرمانی، آقای رفیعی هم گویا اهل آبادان هستن در آبادان. به هر حال این چیزی است که نمیشه ازش گذشت. حالا باید به گل روی شنوندگان بخشید این مطلب. حالا خواهش میکنم سرکار شعر خودتون رو بفرمایید. با اجازهتون. خواهش. به کام دل نتوان بود بعد از این نفسی، که مرغ بسته ندیده است راحت از قفسی. خوش است دامن صحرا و می به فصل بهار، ولی چه سود که در دل نباشدم هوسی. دلم خزانه خاموش نامرادی هاست، رسد به داد دل من کدام داد رسی. اسیر بادیه شب گرفته عمرم، عیان نه پرتو ماهی نه نغمه جرسی. نه جام باده ای از باده طربسازی، نه دل به گرمی از آغوش گرم هم نفسی. در این شبی که سپهر از مه و ستاره تهیست، بود نگاه امیدم به پرتو قبسی. ز عمر هدیه مرا درد و نامرادی بود، به روزگار من خسته دل مباد کسی.
الهی آمین. متشکرم. خب آقای بهرام خان سلطانی، نوبت سرکار دیگه که ببینیم چه میکنید شعر آقای پناهی رو. پنداشتم همیشه گل خاطر منی، عشق منی، امید منی، دلبر منی. پنداشتم چون نقش دلاویز صبحدم در انتظار شام سیه پیکر منی. پنداشتم به دشت غم انگیز زندگی یار منی، پناه منی، یاور منی. پنداشتم نگاه تو پیک محبت است، شوق منی، نشاط منی، ساغر منی. پنداشتم که در پس تنهایی و سکوت از عمر آنچه مانده به جا در بر منی. پنداشتم که در خور عشق و محبتی در نقش آرزو گل بارآور منی. آفرین. شنوندگان صاحب دل، دفتر بزم شاعران بدینجا بسته می شود و بنده به همراه سخنوران و هنرمندان و گویندگان ارجمند به شما بدرود می گوییم.